باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان. آه چه خوش آمدی صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کردی. بینندگان عزیز، این بیت خیلی مشهوری هست که ولی ما بیشتر از زبان احمد ظاهر، از زمزمه‌های احمد ظاهر این بیت را شنیدیم و همین حالا ما در نزد موزه آثارخانه احمد ظاهر ایستادیم و من با هم شما را دعوت میکنم که وارد این موزه خانه شیم و ببینیم که در اینجا چه خاطرهایی از احمد ظاهر گرد آورده شده است. مرحبا. بینندگان عزیز، در این فرصت میخوام برای شما روشنی اندازم که ما در یک گوشه دورتر از پایتخت شهر دوشنبه در جماعت چویانگران قرار داریم و این موزه در همین جا فعالیت دارد و مسئول یا سازمان دهنده این موزه ساکن جماعت چویانگران غنی جان مومنوف هستند که عمر خود را صرف تهیه و سازماندهی همین موزه کردند و در اینجا حالا با هم با راهنمایی غنی جان ما میبینیم که در این آثارخانه چه خاطرهایی از احمد ظاهر گرد آورده شده است و سازمان داده شده است. خواهش میکنم غنی جان. ببینید این موادی که در این موزه حالا من میبینم خیلی جالب هستند. اینا رو همشون شما از همین داخل تاجیکستان جمع آوری کردید یا که از افغانستان یا کشورهای دیگر هم برای شما آوردن؟ از افغانستان همین سنگای سر خبر احمدی را بعدی طالبان ویران کردن آوردگی. آها. بینندگان عزیز، من کمی توضیح دهم در ادامه صحبت غنی جان. این سنگ‌های آرامگاه احمد ظاهر در کابل هستند که بعد از حمله طالبان اون آرامگاه احمد ظاهر شکسته شد، ولی بعد چند سالی که طالبان شکست خوردن رفتن باز از نو بازسازی شد و حالا مقبره احمد ظاهر صحت است. در دامن صحرا به خبر از دنیا یکی از سرودهای احمد ظاهر است. این محبوب الله یکی از دوستاش بود. بله. دوست نزدیکش بود، هم همنشین بود، هم طبق، هم کار عجیب بود. برای چی به خبر از دنیا که بعد دو روز این محبوب الله همین احمد ظاهر از خونش برآورده طرف مرگ هدایت میبرده. هم خیلی با سر چنبرک ماشین احمد ظاهر همین شتگی بود، همین عقبه سالانگدن این بیچاره پروندن. حالا ما همه خیلی میبینم این اسباب موسیقی، آیا این خود احمد ظاهر با این نواخته است یا چی شما در موزهتون جا دارید؟ راست دیگه وقتی که همین ذبیح الله جوانمرد مهمان همین خونه‌چه شد، همین خانه موزه شد، بعد گفت این چی اسباب بود؟ باید سوال داد. من گفتم میگن همین احمد ظاهر به همین خواندگی که گفت که نه هارمونی سال درتره، گفت جدیده، نوتره. بعد من گفتم خیلی ذبیح جان خود دایم بخون. بعد همون ذبیح الله دایم دو سرود خوند. خیلی پرسیدم نگم که دایم شاگرد احمد ظاهر ذبیح الله جوانمرد سرود خوندگی گفتم دیگه مونده نیست. اگر چند سر سال شد، سال 2006 دایم کردم. در این دیسکو چی؟ در این دیسکو تمام اشعار احمد ظاهر، سرودهای احمد ظاهر که در استودیو ضبط شده، محفلی نه فقط در استودیو ضبط کرده. این گوشه هم واقعا خیلی جالب است، چون که به نظر من عکسایی که در اینجا جای داده شده در این موزه شما من در تاریخنامه احمد ظاهر یا که در اون شناسنامه احمد ظاهر ندیدم. بیشتر که کوتاه شرح میداد که اینا چه لحظه‌ای از زندگی احمد ظاهر است. این یک گوشه میده که محبت احمد ظاهر نسبت به اتومبیل، هم ماشین سواری را بسیار دوست می‌داشت. حتی در کوچه همسایه خانه یگان رفیقش رفتند، البته ماشین سوار سر چنبرک ماشین میرفت. اینجا احمد ظاهر مگه بعد گفته 4 ماشین داشت، بعد گفته 5 ماشین داشت. همین مرسدس که رنگ سرخ داره، در همین وقت بعد کنسرتی که در ایران میتیاد احمد ظاهر قطعی استاد مهوش، محمد آصف چشتی، احمد ولی همین قطعی کنسرت میتیاد. بعد هوای کنسرت شاه ایران رضا شاه پهلوی کلیت همین مرسدس آورده دست احمد ظاهر در خیل میتیاد. این عکس‌ها چی هست؟ علی رسم بعد کشته شدن احمد ظاهر در گوسپیتال آوردن. این رسم
در درون کفن پیش از گروندن احمد ظاهر اینا کلان کردگی بوده، تیر نمیشه زدگی بوده، نمیشه زدگی تیر این کلان کرده دیده بوده. خیلی روز جنازهش احمد ولی و ظاهر هویده و دیگر یو رفیقش، احمد ظاهر و اویلهش و فامیلش میگن، روزی توی احمد ظاهر با ناجیه اینجا ظاهره اپی احمد ظاهر خیلی کدام خش قطعی احمد ظاهر قطعی اویلهش اینا فخریه با شبنم احمد ظاهر باری شد احمد ظاهر و شبنم اینجا شبنم کلان شدگه که همین تاقه که در سرش میبینه همین تاقه محیدین اولیمپور همین شبنم توفه بردگی دادگه. الان همطوری که من میبینم باز در اینجا لحظه های هنرنمایی با هنرمندا همکاری احمد ظاهر شما جمع آورید، درسته؟ بله. میشه کوتاه بگید که اینا کیا هستن؟ استاد جورابک مرادف احمد ظاهر فیضعلی گفتنی و از همین اورجنگس‌آباد راست میگه در اینجا قطعی ثانیه دویت میخونه. ثانیه هم یکی از حافظهای هندو هست. این اینجا هنگامه احمد ولی و بود استاد ننگیولای همین قطعی خیلی اینجا که چی بگیم اشعار احمد ظاهر همین وقتی خواندن ترانه هاشو خواندن سرودخوانی و نواختن همین این گوشه برای این بخشش دیگه. درسته. غنی جان تشکر زیاد با راهنمایی شما، این زحمتایی که شما طی چند سال اخیر به خرج دادید و یک موزه واقعا جالب اینجا سازمان دادید، ما دیدیم، تماشا کردیم. دست شما درد نکنه. یک جان تشکر و بینندگان عزیز یادآور شوم که امروز 14 میلیون زادروز احمد ظاهر است و اگر احمد ظاهر زنده می بود امروز 70 ساله بود و جالبتر این است که 14 میلیون روز مرگ احمد ظاهر می باشد و 37 سال از روز مرگ یا از یک حمله تروری علیه احمد ظاهر گذشته است. شادی کنه دای دوستا